ناصر بولیده‌ای دبیرکل حزب مردم بلوچستان از استکهلم و محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با ما هستم. آقای بولیده‌ای، شروع می‌کنم. چطور می‌بینید که در یک بازه زمانی این چنین کوتاه دو عملیات به این بزرگی انجام میدن؟ با عرض سلام به شما و همینطور آقای سازگارا. همونجوری که می‌دونین این مسئله بعد از جمعه خونین زاهدان و اعتراضاتی که در بلوچستان شد با توجه به اینکه جوابی مردم بلوچ در این مسئله دریافت نکردن، قبلا هم این صحبت میشد در بین خیلی از کارشناسان خود بلوچ در داخل کشور هم که احتمالاً جنبش در بلوچستان به شکل نظامی به خودش بگیره و این هم شاید خواسته خود رژیم هم بود از ابتدا با ایجاد اون جمعه خونین زاهدان و مردم بلوچ هم متاسفانه در یک شرایط خیلی بدی قرار گرفتن. مسئله کشتارهای متفاوتی که در بلوچستان هستش که حتما در تلویزیون شما یادآوری شدن، همه اینا دست به دست هم داده شرایطی رو ایجاد کرده که گروهایی که خواهان مبارزه مسلحانه هستند در بین مردم فعلا یک حمایتی از اونها میشه. همین مسئله نشان میده که تعداد افرادی که در اون حمله در چهاربار شرکت داشتن و حالا اینا تونستن در داخل بمونن. دفعه قبل که به راست کم حمله کرده بودن یا مدت طولانی در داخل ایران مونده بودن و عملیاتایی را انجام داده بودن. این نشان میده که این بخشی که رژیم میگه اینا از خارج میان یا از جای دیگه، خیلی از این گروه‌ها در داخل کشور هستند و حمایتی هم دارن و اینا متاسفانه شرایطی رو نشان میده که یک درگیری و یک مشکلات اساسی در بلوچستان در آینده هم شاید اتفاق بیفته و این اعتراضات به شکل مسلحانه هستش در بلوچستان احتمالاً ادامه پیدا بکنه و فشرده‌تر هم بشه. چقدر موافق هستید آقای سازگارا که ممکنه گسترده تر بشه؟ چون الان می‌بینیم در یه بازه کوتاه دو بار حمله نسبتاً بزرگی انجام دادن. فکر می‌کنید که ممکنه تبدیل به یک چالش بزرگتر برای جمهوری اسلامی بشه؟ ببینید، به هر صورت از منظر سیاسی پیدایش این گونه گروه‌های تروریستی و خشن رویده بر خشونت‌ورزی حکومت این حکومت جمهوری اسلامی بوده که در بلوچستان ظلم به هموطنهای بلوچ ما کرده، کشتار کرده، سرکوب کرده، فقر، فاقه و محرومیت‌ها به هر حال عده‌ای رو به این نتیجه میرسونه که خشونت‌ورزی متقابل بکنن. و میدونید این قبیل سازمان ها به قول معروف اصطلاحی که در زمان چریکی بودش، حالا امروزه میگیم تروریست، این بود که چریک در ماهیست که در اقیانوس مردم زنده میمونه. اگر مردم ناراضی باشن میتونن همیشه عضوگیری بکنن، ولی اگه مردم اقبالی نکنن خب یه سازمانی سرکوب میشه. بنابراین واقعا بستگی داره که جمهوری اسلامی تا چه حد بخواهد که به داد دل مردم بلوچستان برسه و مشکلات رو حل بکنه تا این قبیل سازمان‌های تروریستی نتونن عضوگیری کنن و خشونت ورزی کنن. آقای بولیده‌ای، دقیقاً حرف این گروه چه هست؟ خواستشون چه هست؟ ایدهشون چه هست؟ و چه شده که ایران به کنار کشورهای مثل ایالات متحده اونها رو سازمان تروریستی خوندن؟ این خواستایی که اینا مطرح میکنن به خصوص در اعلامیه‌ای که بعد از جریان چهاربار منتشر کردن، یه خواستای عمومی هستش که مردم بلوچ هم دارن در رابطه با این مسئله تغییر جمعیتی و یا تقسیم استان بلوچستان هست. حداقل چیزایی که اینا میگن، خواستاشون خودشون رو معرفی میکنن به عنوان یک گروه ملی مذهبی در بلوچستان و عموما هم مسائل بیشتر قبلا خب مسئله مذهبی در ایده ها و در اعلامیه‌هاشون میچربید، ولی در شرایطی که فعلا هستش حالا می‌بینه که یک شیفتی شده و یک تغییری در روایت و صحبت و گفتاری اونا به وجود اومده به شکلی که اون به اصطلاح مسئله حقوق مردم بلوچ و یا اون چیزی که بعضی شاید بگن که ناسیونالیسم بلوچی در نوشته‌هاشون و یا در گفتارشون بیشتر دیده میشه. حالا این شاید به اصطلاح تغییر در شرایطشون هستش و یا این که مثلا تغییر اساسی در اونا به وجود اومده، ولی اینی که مثلا خب دولت آمریکا و یا دولت ایران به چه شکلی با اینا برخورد میکنن به نظر من برای این گروه اساسا مهم نیست. اونا در اونجا خودشون دارن کار خودشون رو انجام میدن و همینطور میدونیم در اون منطقه اینا تنها گروهی نیستن که گروه مذهبی هستن و از مبارزه مسلحانه و از روش خشونت‌آمیز استفاده میکنن. خود جمهوری اسلامی در واقع به همین شکل آقای سازگارا اشاره کردن به این شکل عمل میکنه و بلوچستان شرایط مخصوص خودشو داره. در بلوچستان سپاه پاسداران و اون بخش قدس و نیروی برون مرزی قدس داره کنترل بلوچستان رو کاملا داره. در این شرایط هم دیدیم که مثلا اون جنبش بزرگ که رهبری مولوی عبدالحمید هستش چگونه رژیم تونست اونو
کنار بزنه، ساکت بکنه. و به نظر من خب گروه‌های اپوزیسیون هم یک مسئولیتی داریم همه ما که در این شرایط نتونستیم به اون مسئولیت عمل بکنیم که شرایط به شکلی بره که خواست شاه جمهوری اسلامی ایران که به شکل مبارزات مسلحانه باشه، این در بلوچستان و یا در جای دیگر ایران هم گسترش پیدا بکنه. و دلیلش هم همین هستش که چند بعدی هستش به نظر من این مسئله که احتیاج به بررسی بیشتری داره که چرا وضعیت در بلوچستان به این شکل داره جلو میره. آقای سازگارا، این داستان استفاده از خشونت شاید حالت مرغ و تخم مرغ هم پیدا کنه به گمانم در این شرایط. چقدر فکر میکنید که اتفاقا رشد و فعالیت گروه‌های این چنینی ممکنه مضر باشه برای جنبش‌های آزادیخواهانه نه فقط در سیستان و بلوچستان بلکه در نقاط مختلف ایران، برای اینکه جمهوری اسلامی بهانه‌ای داره که بگی ببینید گروه‌های به قول شما تروریستی هستن و ما مجبوریم برای سرکوب اونها از خشونت استفاده کنیم؟ خیلی خیلی تاثیر منفی داره. من اینجا حالا از منظر مقاومت مدنی نگاه میکنم. اعمال تروریستی و مسلحانه حکومت رو مشروع میکنه برای اینکه او هم خشونت ورزی متقابل بکنه و چون یک ستون مقاومت مدنی، یعنی اون ستون معروفش اعتراضات، اعتصابات و ریزش از حکومت، ستون سوم در واقع مبتنی است به اینکه نیروهای حامی حکومت مسئله دار بشن، ازش فاصله بگیرن، به خصوص ماشین سرکوبش. وقتی یک همچین اتفاقاتی میفته، کارهای تروریستی و خشونت ورزی پیش میاد، اونها هم انگیزه پیدا میکنن، دلیل براشون میارن اون دیکتاتور و غیره که ببینین شما اگه نباشید امنیت از بین میره. ضمن این که الان حکومت به لحاظ گفتمانی باخته به ملت، یعنی گفتمانش نه دینیش نه ایدئولوژیکش نه انقلابیش شکست خورده است در مقابل گفتمان مسلط مردم که دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم. تنها سر یه چیز مونده، اینی که من اگر برم امنیتم میره، من اگه برم اوضاع بدتر میشه و در واقع دو دل میکنه، به خصوص اون که معروف به قشر خاکستری، یعنی طبقه متوسط در میان سال، پدر مادر بچه های نسل زد. این قبیل اعمال این خاصیت هم داره، یعنی جمهوری اسلامی میگه ببین من الان هستم و اگه من نبودم اینا مثلا میان و جنگ میکنن و امنیتتونم زایل میشه. و ما میدونیم امنیت وقتی که زایل بشه اولویت یک مردم میشه. مردم حتی در کشورهای دموکراتیک حاضرن نه آزادیشون بلکه حتی نانشون رو ترید کنن بدن ولی امنیت داشته باشن. بنابراین این قبیل اعمال از هر دو جهت، ریزش حکومت و افکار عمومی مردم، میتونه به نفع رژیم تموم بشه. ممنونم از هر دوی شما. محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار و ناصر بولیده‌ای دبیرکل حزب مردم بلوچستان از استکهلم به سوئد با ما.